سرخط مهمترین خبرها: زهرآلود شدن 4 کودک در سوق. بانک جهانی برای ادامه ساختمان راغون 350 میلیون دلار گرانت داد و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان وکیل پارلمان می شود. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 19 دکبر سال 2024 است. 2 کودک، یکی 6 و دیگری 13 ساله در ناحیه شهرستان ولایت سوخت از دود انگشت جان باختند. 2 دیگر، یکی 10 و دیگری 14 ساله در حالت وزنی هستند. حادثه شب 17 دکبر روی داد. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان روز 18 دکبر گفت همه آنها از یک عائله هستند و از دود انگشت زهرآلود شدند. یک مسئول اداره حالات فوق‌العاده در ناحیه شهرستان به رادیوی آزادی گفت کودکان را به بیمارستان انتقال دادند، اما 2 نفرشان را نجات دادن نتوانستند. همصحبتی ما احوال 2 نورس زنده مانده را خوب گفت. مقامات این نهاد دولتی همزمان از ساکنان در گوشه های تاجیکستان خواستند هنگام استفاده از انگشت برای گرم کردن خانه ها در فصل زمستان احتیاط کنند. ساکنان تاجیکستان در تیر ماه زمستان با محدودیت برق میگیرند و در منطقه ها برای گرم کردن خانه ها بیشتر از انگشت و هیزم استفاده میکنند. سالهای گذشته نیز بر اثر زهرآلودشوی از انگشت ساکنان در تاجیکستان هلاک شدند. بانک جهانی برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون به تاجیکستان 350 میلیون دلار جدا کرد. هیئت مدیران بانک این تصمیم را روز 17 دکبر در واشنگتن گرفتند. نمایندگان بانک جهانی روز 17 دکبر گفتند 350 میلیون دلار به تاجیکستان کمک به بازگشت است و مرحله اول طرح یاری به ساختمان راغون. حکومت تاجیکستان در عوض وظیفه‌دار شده است که 3% و پس از پایان ساختمان تا 5% درآمد را از فروش نیروی برق برای حمایت از قشر کم‌بضاعت اهالی صرف کند. پیشتر تلویزیون الجزیره نظر 2 متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که می‌خواستند بانک جهانی طرح را نپذیرد چون به ادعای آنها نیروگاه راغون به محیط زیست آسیب جبران ناپذیر می‌رساند و از جمله 60,000 نفر را بی‌جا می‌کند. بانک جهانی در بیانیه روز 17 دکبر ابراز امید کرده است که در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه، مردم تاجیکستان با نیروی برق دائمی تامین می‌شوند. هرچند تاکنون 2 چرخه راغون به کار انداخته شده است، هنوز هم بسیاری از ناحیه‌های تاجیکستان در زمستان ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند. نمایندگان بانک جهانی گفتند اینچنین ازبکستان و قزاقستان می‌توانند از نیروی برق آبی بی‌ضرر برای محیط زیست استفاده برند و به باور متخصصان بانک این در نوبت خود امکان می‌دهد که حجم پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای کاهش داده شود. حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان 28 نامزد خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده را از روی خط حزبی تصدیق کرده است. تصدیق نامزدها روز 18 دکبر و در انجمن این حزب صورت گرفت. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور از نامزدهای حزب خلق دموکراتی 2 نفر آنها از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 9 نفر از ختلان، 6 نفر از سوخت، 6 نامزد از شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و 5 نفر دیگر از شهر دوشنبه میباشند. 11 نفر آنها بانوان و 17 نفر مردان بودند. حزب خلق دموکراتی از جمله شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی، سعادت شاه مطرابیان وکیل فعلی پارلمان، دلناز احمدزاده معاون رئیس اداره حفظ سیر دولتی، فرنگیز شریفزاده دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات و چند منصبدار دیگر را برای وکیل پیشنهاد کرده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که رهبرش رئیس جمهور امامعلی رحمان است، اکثر کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. مخالفان حکومت حزب خلق دموکراتی را به استفاده از امکانیت‌های دولتی متهم می‌کنند. قرار است انتخابات پارلمانی 2 مارس سال آینده برگزار شود. مایانشاه نظرشویف دانشمند و سیاستمدار تاجیک اگر عمر وفا میکرد 17 دکبر 95 ساله میشد. او 30 سال پیش در 65 سالگی در منزل زیستش در دوشنبه کشته شد. تا حال عاملان مرگش مثل برخی دیگر از قربانان جنگ شهروندی پیدا یا مجازات نشدند. رادیوی آزادی به افتخار 95مین سالگرد تولد مایانشاه نظرشویف، ارباب دولتی، وکیل پارلمان و عالم شناخته فیلم آماده نمود. پاره از این مستند را با هم ببینیم. این منزل مایانشاه نظرشویف دانشمند و سیاستمدار تاجیک است که آخرین لحظه های زندگی خود را پشت همین دروازه گذرانده است. زیرا 10 مارس سال 1994 در همین جا او به طور بی‌رحمانه به قتل رسانیده شده است و تا حال عاملان مرگ او پیدا نشدند. من گمان میکنم که این مانند کشته شدن معلم عاصمی، مانند کشته شدن اسحاقی غلاموف یک نوع اغوا در مقابل حکومت بود.
هر کسی که میکرد اغوا در مقابل حکومت بود که من ببینید این حکومت قدرتی ندارد که آدمای خودش دستگیری کنه. من تقریبا همین خیلی فکر میکنم این سلسله واقعی با مال آمده وگرنه اینا هیچ وقت اینا برای گناهشان هیچ کس نکشته است. من گمان میکنم که گناهی نکردن که برای کشتنی همون خو مخالفین خو حکومتی در کار باشد. من برایم در همین فکرم که این یک نوع اغوا یک وقت توطئه بود. وقتی که ماه مارس سال 1994 شادروان مویانشاه نظرشویف ترور شد، در رسانه‌ها نوشتن که گویا که این ترور به خاطر آن بود که در دور یکم مذاکراتی که باید در همین آینده نزدیک باید شروع میشد، باید از جانب حکومت نماینده هیئت مذاکرات میشد و همین فرضیه در رسانه‌های خارجی بسیار بعداً به کتاب‌ها کوچید و گفتند که سبب اساسی همین باید در مذاکرات که بعداً در ماه اپریل تقریبا کمتر از یک ماه بعد شروع شد، باید راهبری هیئت مذاکرات حکومت را به عهده می‌گرفت. یکی از شخصیت‌هایی که هم تجربه زمان شوروی رو داشت و هم در دایره‌های حزبی و حکومتی آن زمان معروف بود، نظرشویف بود که میتوانست در همچون رهبری نمایندگان حکومت در این گفت و شنید روند گفت و شنید و صلح را بتیزاند، چون یک شخص مستقل با تجربه بود و طبیعی است که نگاهی شخصی او بالای موقع حکومت هم به تاثیر نمیتوانست باشد. من فکر میکنم که هدف اساسی کشتار نظرشویف در اون شب و روزها پیش راه روند صلح را حداقل به تأخیر انداختن و یا طرز باید باشد که در اون شخصیت‌های دارای افکار و موقع مستقل باید حضور نداشته باشند. بینندگان عزیز، شکل کامل مستند درباره مویانشاه نظرشویف به زودی در همه پایگاه‌های رادیوی آزادی نشر می‌شود. 100ها سرباز کره شمالی در ولایت کورسک کشته و یا زخمی شدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز با تکیه به مقام‌های بلندپایه پنتاگون خبر دادند. این اولین بهادیه به تلفات نظامیان کره شمالی است که از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگند. همصحبتان دو رسانه آمار دقیق تلفات سربازان کره را ذکر نکردند، اما گفتند تلفات آنها خیلی زیاد است چون تجربه جنگی ندارند. به اطلاع ایالات متحده آمریکا، نیروهای زمینی کره شمالی هم با ارتش روسیه و هم جداگانه می جنگند. قبلا وزارت دفاع آمریکا و کاخ سفید از کشته شدن سربازان کره شمالی خبر داده بودند، اما جزئیات ندادند. به اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه روزانه تا 1200 سرباز را در جنگ علیه اوکراین از دست می دهد و تا حال نتوانسته است این تلفات را جبران کند. به اطلاع خدمات‌های استخباراتی آمریکا و کره جنوبی، ماه اکتبر امسال از 10 تا 12000 سرباز کره شمالی به ولایت کورسک روسیه فرستاده شدند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 دکبر را فرا می‌گیرد. 19 دکبر سال 1918 مشرف قاسیمова таваллуд шудааст ки исмаш дар таърихи фарҳангу ҳунари тоҷикистон бо номи ифтихорӣ модари театри тоҷик ёд мешавад. яке аз фаъолтарин бонувони ҳунарпешаи театру синамо дар даҳҳо филму намоишномаҳои театри миллию иттиҳоди шӯравӣ нақш бозида тавонистааст рамзи як зани суннатии тоҷикро офарад. ӯ беш аз 101 сол умр дид ва давоми 10 солаҳо дар театри драмавӣ ба номи лоҳутӣ кор кард. рӯзи 19 декабри соли 1932 нахустин барномаҳои радиоии хадамоти ҷаҳонии BBC ба забони англисӣ нашр шуд. шоҳ Георги панҷум дар нутқи табрикиаш тавассути ин радио гуфт: хадамот барои мардону занон хидмат мекунад ки агар ҳам
آنها را برف و باران و بیابان و بحر از هم جدا میکند همین صدا است که به گوششان میرسد. با گذشت 10 سالها شبکه BBC یکی از رسانه‌های جهانی با نفوذ و قابل اعتماد گردید که به 10 زبان از جمله فارسی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرهای اینترنتی تهیه کرده در تاجیکستان هم نمایندگی خود را افتتاح کرد. 19 دکبر سال 2012 وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانون درباره پیشگیری زورآوری در عائله را به تصویب رساندند. قانون نو با هدف کاهش خشونت و زورآوری در عائله و دفاع از حقوق زنان و دختران قبول شد. بر اساس این قانون در تاجیکستان تأسیس پناهگاه‌ها برای زنان لطوکوب شده امکان پذیر گردید، ولی مشکلات خشونت در عائله که گاهی تا مرگ یا خودکشی میبرد پر رفع نشد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 105 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه.